کاپیتان محمد همراه با جواد یه روز سوار هواپیما میشن تا بزنن دکودهن مسافرای بدبخت تو سرویس بکنن. بعدم محمد تو بلندگو به مسافرا میگه مسافرای عزیز، قرار سفر پر از هیجان و تلاطم داشته باشید. امیدوارم قبل از سوار شدن وصیتاتونو کرده باشید. در آخرم بدونید که مرگ حق کاپیتان محمد وسیله است. بعدم تورا دلستر میزنن بر بدن که محمد شاشش میگیره و میره بشاشه که همون موقع جواد آهنگ محسن لرستانی میذاره و هواپیما رو تکان تکان میده. در ادامه همین دوتا حوصله‌ش رو سر میره و میان دشمن‌ها رو همینجوری الکی میزنن که یه دفعه یه موشک زرد شلیک میشه میخوره روبروشون. جوادم میگه محمد فکر کنم محله عباسینا رو زدیم ترکوندیم ها. همون موقع هم یه دشمن دیگه میزنه و ماسکای اکسیژن زرت میافته پایین و پشمای مسافران میریزه. جوادم میگه محمد فکر کنم مسافران ناراضی ام، بزنه به کوبش خیلی کمه، یه خورده هیجان بده بهشون عشق کنن.